ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 29 ساله ساکن شهر کنه بادام ماه اکتبر سال 2023 با راه فریب به باوری مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه قرب اسعار روبل روسیه‌اش را با قرب نسبتاً بلندتر برگردانیده دادن از او 450,000 روبل روسی رو گرفته وعده داده است که آن را 70,000 سومونی کرده برمیگرداند، اما گمان برشونده مبلغ پولی به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. این چنین گمان برشونده با همین راه ماه اکتبر سال 2023 از مرد 36 ساله ساکن همین شهر با بهانه قرب اسعار روبل روسیه‌اش را با قرب نسبتاً بلندتر برگردانیدن از او 500,000 روبل روسی را گرفته وعده داده است که آن را 67,000 سومونی کرده برمیگرداند، اما نام برده مبلغ پولی به دست آورده‌اش را به منفعت خودش صرف نموده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولاب با عریضه مرد 34 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که 15 فوریه سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه‌اش در آمده از داخل خزینه 35,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 40 ساله ساکن همین شهر کارگر مغازه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.